oilaи جوان با 4 کودک در 4 کیلومتری شهر بیشکک زندگی میکند. مادر طفلش را میخواباند و به آب کشی میرود. در این بین کودک بیدار میشود و چاینک آبی جوشیده را چپه میکند. این قصه برای نواری ویدیوی اجتماعی از زندگی همه روزه گرفته شده است. خوشبختانه چنین حادثه ناخوش ثبت نشده است، ولی ساکنان محل نوبنیاد میترسند که ممکن است در آینده رخ دهد. آنها نوارهای کوتاه مدت را در تلفن‌ها ثبت میکنند. ضمناً در این محله نیروی برق نیست. ساکنان زمستان و تابستان از بخاری قدیمه استفاده میبرند. برای آوردن آب صدها متر را طی میکنند. پر کردن و کشیدن سطل‌ها از چاه هم آسان نیست. ما مخصوص 1 لیتر آب را با خود نگاه می داریم وگرنه بدون ریختن آن دوباره آب کشیدن از چاه غیر امکان است. حالا که هوا گرم است آب را به مشکل از چاه می کشند، اما در زمستان دستگاه آبکشی یخ می کند. در این محله تقریبا همه زمین ها فروخته شدند، اما اینجا 20 عائله زندگی می کنند. از خدمات اجتماعی فقط آب چاه دسترسی دارند. درباره نیروی برق، نقلیات و راه ماشینگذر مسکنان اینجا تنها آرزو میکنند. ما درباره سناریوی ویدیو زیاد فکر نکردیم چون که اینجا برق و نقلیات ندارند و چاه خیلی دور است. ما تصمیم گرفتیم که موضوع را از زندگی روزمره خود انتخاب کنیم. لایحه بهتر کردن زیربنیادهای منزل‌های نوبنیاد بیشکک از سوی سازمان ملل متحد عملی می شود. این طرح 10 ناحیه را فرا گرفته و بودجه‌اش 2 میلیون دلار را تشکیل می دهد. نواربرداری را به ساکنان این مناطق از اول سال آموزش دادند. در آخر همین ماه نوارهای بهترین انتخاب شده و مؤلفانش جایزه پولی میگیرند. زیربنیادها بخش تندرستی و معارف و امنیت به خاطر آن است که دسترسی به خدمات اجتماعی بهتر شود. به نظر ما اگر خدمات اجتماعی دسترس و با صفت باشد، شدت اجتماعی میان اهالی کمتر می شود. نوارهای ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نشر خواهند شد. تشبسکاران طرح امیدوارند از این راه مردم را بیاموزانند که طریق گفت و شنید و همکاری با مقامات مشکل خود را حل نمایند.